الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز گرامی قدر، انشاءالله که ما امروز قرار داریم در قصه حیات یکی از صحابگان دیگر که نامشان طفیل ابن عمرو است. ما در گذشته از حیات حضرت انس ابن مالک و حضرت سعید ابن عامر کوتاهاً به شما قصه کرده بودیم. انشاءالله امروز قصه این صحابه دیگر، صحابه بزرگوار که طفیل ابن عمرو نام دارد، با شما خواهیم انشاءالله قصه کرد. پیامبر گرامی اسلام یک دعای زیبا دارند و می فرمایند که اللهم اجعل له آیه تعینه علی ما ینوی من الخیر. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت طفیل ابن عامر دعا کردند، گفتند که خداوندا حضرت طفیل سببگار شوند و قومش به اسلام مشرف شود و این چنین هم شد. و حضرت طفیل ابن عمرو از حیات خود قصه می کند که من رئیس قبیله خود بودم، قبیله دوس، و این چنین هم دانشمند بودند و هم شاعر بودند و سالانه می آمدند به سوی مکه مکرمه تا از همون بت‌هایی که در مکه بود و هر قبیله به خود یک بتی را پرستش میکرد، به زیارت این بت خود می آمدند و خود می فرماید که وقتی من مکه مکرمه آمدم، مرا رؤسای مکه مکرمه یعنی از قریش، از مشرکین قریش مرا پیشواز گرفتند و چند سخن در اطراف پیامبر گرامی اسلام برای من رسانیدند. این بود که می گفتند که این نفر یک نفر است که پدر را از فرزند جدا کرده است و برادر را از برادر و شوهر را از همسرش، و چنین نصیحت برایش میکردند رئیسهای مکه از قریش یعنی مشرکین قریش که با پیامبر گرامی اسلام نزدیک نشود. و حضرت طفیل میفرماید که من در اطراف مکه مکرمه سیر و گشت میکردم، ناگه چشم من به پیامبر گرامی اسلام افتاد صلی الله علیه و سلم و دیدم که یک نماز را میگذارد که در ما چنین نماز نیست، یک دعایی میکند که در ما چنین دعا نیست. و با خود چنین گفتم که ثکلت که امک یا طفیل، با خود گفتم که مادرت گریت را کرده باشد ای طفیل، آیا چرا تو یک انسانی هستی؟ انک لرجل لبیب شاعر، تو یک نفر هستی که دانشمند هستی و شاعر هستی، آیا نیک را از بد فرق کرده نمیتوانی؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته و ان كان قبیحا ترکته. اگر آن چیزی را که این نفر یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به تو میگوید اگر حسن باشد، خوب باشد، قبولش میکنی و اگر قبیح باشد و بد باشد ترکش میکنی. برای خود سرزنش کرد که چرا من یعنی رئیس یک قبیله دوس و اینچنین شاعر نتوانم که یک نفر را گوش داده باشم سخنهای او را. و با همین فکر میگه آمدم نزد پیامبر گرامی اسلام و دنبال پیامبر گرامی اسلام آمدم و زمانی که پیامبر گرامی اسلام داخل خانه گشتن من هم داخل شدم و همون قصه ای را که مشرک های مکه بر من گفته بودند که از پیامبر گرامی اسلام دور باشم برای پیامبر این رسانیدم و حتی چنان قصه کردند، چنان پیامبر رو زشت نشان داده بودند در نظر طفیل که میگوید از ترس این که در صحبت او ننشسته باشم و تأثیر از پیامبر نگرفته باشم در گوشه های خود پخته گذاشته بودم. نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم داخل شدم. پیامبر صلی الله علیه وسلم دین را، اسلام را براشان مطرح کردند و از قرآن کریم چند سوره را براش خواندند، یکی سوره اخلاص، دیگر سوره فلق، و از سبب مشرف گشتن حضرت طفیل به اسلام شدند و مسلمان گشتند. و حضرت طفیل میگوید یک مدت کوتاه من نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم تعلیم گرفتم، تعلیم از قرآن، از دین، از ضروریات دین هرچند میتوانستم و بسیار یک رغبت و محبت در دل من افزایش شد، زیاد شد که رفته قوم خود را به سوی اسلام دعوت کرده باشم و از پیامبر گرامی اسلام اجازه پرسیدم تا اینکه اجازه داده باشد و رفته قوم خود را دعوت کرده باشند.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه میدهند و برایشان این دعایی که در اول خواندیم دعا میکنند که خداوند این را یک نشانه، این را یک سبب بگردان طفیل را که قومش به اسلام مشرف شده باشند. و میگوید که من به سوی قوم خود آمدم و از خاندان خود شروع کردم دعوت اسلام را. از پدر بزرگوارش وقتی دعوت کردم، پدرم رو میگوید پدرم ایمان آوردند، و این چنین همسرش وقتی دعوت کردم میگوید همسرم ایمان آوردند. و دیگر قوم دوس رو دعوت کردم، در حال ایمان نه آوردند، بلکه در رفت زمان بجز یک نفر که اینم حضرت ابو هریره هست، یکی از محدثینی که برای همگی ما معلوم است، و خوشا به حال حضرت طفیل که از دست اون سبب شد که حضرت ابو هریره ایمان آوردند. و تا به قیامت که از حدیث هایی که حضرت ابو هریره روایت کردند خوانده می شود، یک جزء ثواب به حضرت طفیل خواهد رسید. وقتی که قومش همگی ایمان نمی آورند به جز چند نفر، باز هم نزد پیامبر گرامی اسلام به مدینه می آیند با همراه حضرت ابو هریره و با پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعت میکنند که بار دیگر دعا کرده باشد تا قومش به اسلام مشرف شده باشند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا را شروع میکنند، حضرت ابو هریره میگوید من خیلی ترس مرا فرا گرفت که پیامبر به هلاک قوم من دعا نکنند که قوم من هلاک گشته باشد. و وقتی پیامبر شروع کردن دعا را، حضرت ابو هریره میگوید من گفتم که وا قوما، وای بر قوم من. فکر میکردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای بدی برای قومش میکرده باشد، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین دعا کردند که اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، خدایا قبیله دوس را هدایت کن. و بعد از این که دعا کردند برگشتند به سوی حضرت طفیل و گفتند که اگر گشته رفتنی هستی به سوی قبیلت، اونها را به یک رحمت، به یک مهربانی دعوت به سوی اسلام بگردان. و این دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و حضرت طفیل بازگشتند و آمده دعوت را شروع کردند بار دیگر، و قبیله دوس همگی ایمان آوردند. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره رفتند و بعد از جنگ بدر و جنگ غزوه احد و بعد از غزوه خندق، حضرت طفیل با 80 عائله از دوس مشرف شدن به مدینه منوره آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، حالان که همه این 80 عائله ایمان آورده بودند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهش کردند که در غزوه ها اونها را یکجا کرده باشد، و پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها را پذیرفتند و از غنایم برای اونها هم تقسیم کردند. و زمانی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند، در زمان حضرت ابوبکر با کسانی که از دین بیرون شده بودند، مرتد شده بودند، اهل ردت، با حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یکجا جنگیدند. و در یکی از جنگ ها که جنگ یمامه است و اون هم بر ضد مسلمه کذاب، یکی از دشمنان دین، دشمنان خدا و پیامبر، در اون جنگ قبل از جنگ حضرت طفیل یک خواب میبینند. خوابشان چنین است که در خواب میبینند که سرشان تراشیده شده است و از دهانشان یک پرنده بیرون میشود و یک زن اون را، حضرت طفیل را در بطن خود میگیرد و فرزندش میخواهد که اون نجات بدهد، اما موفق نمیگردد. زمان از خواب بیدار میشوند، نزد صحابگان گرام این خواب خود را قصه میکنند. صحابه ها میفرمایند که این خواب تو خیر است، اما حضرت طفیل میگوید که من میدانم تعبیر این چی است. تعبیرش این است که سر من تراشیده شد، یعنی در این جنگ من به شهادت میرسم، و اون چیزی که پرنده که از دهان من بیرون شد اون جان من است، روح من است که از تن من بیرون میشود، و اون زنی که مرا در بطن خود گرفت قبر است که مرا به خود میخواند، و فرزندم وقتی خواست مرا کمک کند نتوانست، یعنی فرزند من نه در این غزوه بلکه در غزوه دیگر به شهادت خواهد رسید. و چنین هم شد. خوابی که حضرت طفیل دیده بودند در جنگ یمامه، بعد از نبرد زیاده، بعد از مقاومت زیاده، حضرت طفیل به شهادت میرسند و این چنین فرزندشان بعد از نبرد در همین جنگ غزوه یمامه دست خودشان شهید می شود، دستشان قطع کرده می شود و پدر خود را با دست خود برمیگردانند به سوی مدینه. و در جنگ دیگری که جنگ یرموک است، فرزند حضرت طفیل هم
به شهادت میرسد. زمان نزد حضرت امیر المؤمنین طعام میآورند، همه میآیند تا اینکه در این طعام یک جا اشتراک کرده باشند، تعامل خورده باشند. اما فرزند حضرت طفیل به سبب آن که دستشان قطع شده بود نمی آیند. حضرت عمر آنها را میخوانند و میگویند که تو برای همین آمدی که دستت نیست؟ میگوید بله یا امیر المؤمنین. میفرماید حضرت عمر که هیچ قوم یک قسمش در دنیا و یک قسمش در جنت نیست. مقصدش همان دستی که قطع شده بود از فرزند حضرت طفیل که یک قسم تو در جنت است، ان شاء الله باقی مانده جسم تو هم به جنت خواهد رفت. تو یک انسان بزرگ هستی و حضرت عمر امر میکند تا اینکه با آنها طعام خورده باشد. این هم احترام حضرت امیر المؤمنین عمر به حضرت طفیل و فرزندش بود و خداوند هم حضرت طفیل را و هم فرزندش را رحمت و مغفرت کرده باشد که برای ما اینقدر یک درس را آموخت. درس اساسی این است که همان در قصه گفتیم که زمان به قریش یعنی به مکه مکرمه آمد، چنان حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بد کردند که حتی در گوشت‌های خود حضرت طفیل پخته گذاشته بود. و این سنت تا به همین روز هم هست، تا به این روزی که ما قرار داریم انسان‌هایی که نیک هستند، خوب هستند، اونها را بد نشان می‌دهند و بعد از اینکه در صحبت اونها نشسته می‌شوی، اونجا دیگر پی برده می‌شود که این نفر کی بودنش، یعنی انسان‌های خوبی هستند که چنین بد کرده شدند. و این چنین رغبت حضرت طفیل ببینید که چند آیتی از قرآن آموختند، در حال خواستند که رفته به قبیله خود اسلام را دعوت کرده باشند و خداوند کلگی ما را توفیق بندگی عطا کرده باشد تا از این دین خدا خود استفاده کرده باشیم و به دیگرها به مانند حضرت طفیل رسانیده باشیم. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی از حیات صحابه دیگری خواهیم صحبت کرد. السلام علیکم و رحمت الله.